بعد از فروش انیکس فهمیدم فرشته چو بیرون رود فرشته دارد، چون این اپتیمای 111 کار واقعی چرم عالی نصیبم شد. هارمن کاردن رو قبل از هر چیز تنظیم کردم و شبونه گذاشتم تعلیقش رو سرویس کنن. اول وقت ورزشم رو انجام دادم، به کارهای مجموعه رسیدگی کردم و دوباره با هایلوکس اومدم اپتیمایی که کمک فنرهای جلو عوض شده، بوشای طبق سرویس شده رو تحویل بگیرم که عالی شده بود هندلینگش. اما بازم وسواسم میگفت لاستیکای کمای 80% رو با نمونه 245 آنکوک عوض کن که خیلی هم نرم شده بود. رفتم سراغ رزرو سالونی که 24 آذر قراره همتون اونجا باشین. در ادامه باک پر رفتم سراغ نقطه گیری بدنه ماشین که آینه تحویل گرفتم. دست موتور ماشین یک مقداری ضعیف شده بود، با نمونه اصل عوض شد، نرم شد. روغن گیربکس ماشین عوض شد، تست شد و باز هم میگفتم بره دمپینگ بشه و این بدون دمپینگش دیگه و بی صدا شد. کاتالیستش هم بردم سرویس بشه، همزمان سرامیک ماشینم دادم انجام بشه که خیلی براق شد. زیرشویی ماشین انجام شد، کفوش عوض شد و باک پر ماشین بر شد. به جهرم مبارک مالک جدیدش که تمیزترین اپتیمای کار کرده ایرانو داره. با کیان کارشناس ماشینا رو بشناس.